را میشنوی؟ بله، آتش زدی؟ بگذار شما زیادت رو شوید. برای آن که من این حجت ها را نمیسازانم، آینده این ملتم خیانت نمیکنم، نمیگذارم که این قاتلان آزاد شوند. پدرم فدای این وطن شد، اکنون پسرم. در میلش، این را خودت خواستی. مرا گوش کن، زیرا آخرین مراتب صدای پسرت را میشنوی. فاتح، پسر جانم، بگید شد. فاتح جان، بگید فاتح هم را کشتم. چی؟ نشونیدی مگر آقای دوستان؟ نشونیدی؟ فاتح هم را کشتم، پسرم را کشتم. پسر جان، خدایا به من صبر ده. بگید